میکشنم سمت عشق تو پر میزنه. یه دست مرتب افتخار خودتون ماشاءالله هر جای این امارت باشکوه که هستید. عجب سوال فوق‌العاده‌ای و ما خیلی بهمون داره خوش میگذره. امیدوارم که به شما همینطور باشه. فقط امیدوارم که وضعیت جوی هم یه جوری باشه که امشب با همون همراهی بکنه. هوا سرده و همه چی هم میزون. مهمان داریم. چه مهمانی؟ از جنوب ایران جناب خان تشریف آورده و یه خرگوش خوشگل که اسمشو دیگه نمیدونم. خرگوشه فکر کنم از این شخصیت‌های انیمیشن ها و پویا نمایی هاست. سلام علیکم. ارادت دارم. یه میکروفون داریم شاید نبیریم من بهتون بدم. سلام جناب خان. سلام، من خانومشونم. خانوم جناب خان با خود جناب خان اصلا مو نمیزنه. جسارت میکنم احتمالاً احلام هستین؟ بله. بالاخره جواب بله رو به جناب خان دادید؟ هنوز که خانوادمون رضایت ندادن، ولی انشالله میدیم دیگه. خیره انشالله که 1402 حداقل برای این شخصیت جذاب که همیشه حرف دل مردم میزنه سال خوب و خوش و عالی باشه و جواب بله هم از اون کسی که خیلی دوستش داره بگیره. هم برای جناب خانی همچین آرزوی قشنگی میکنیم، هم برای همه اون جوانهایی که آقا امسال دیگه وقتشه که برن سر خونه زندگیشون، دل دادن و دل گرفتن و بله عرض کردم احلام دل دادن و دل گرفتن و دلشون میخواد دیگه آقا این مشکلات و این چشم و همچشمی ها و این مسائل اقتصادی کم و کم رنگتر بشه که برن سر خونه زندگیشون. با اون خرگوش عزیزمون هم یه سلام علیک بکنیم. سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. ارادت دارم. خیلی خوشحالیم که شما رو داریم. رفقای بنده هنرمندان خوب استان از ساعت‌های گذشته توی این هوای سرد حضور داشتن که چند لحظه فضای جذاب و خاص و البته متفاوت همراه با حس خوب رو برای بازدید کنندگان امارت اکبری فراهم بکنن. خیلی زحمت کشیدید، دمتون گرم. یه دست مرتب هر جا که هستید به افتخارشون بذارید قبل از اینکه بخش بعدی رو ببینیم تبریک سال نو رو از زبون هر کدوم داشته باشیم، بعد بریم گزارش نوروزی رو ببینیم با هنرمندی احمد حسینی مقدم. بفرمایید. تبریک سال نو. تبریک عرض می‌کنم سال نو رو خدمت همین بینندگان عزیز. مخلصیم. خیلی سپاسگزاریم. به همسر جناب خانم بدیم احلام خانوم. تبریک عرض میکنم سال نو رو خدمت همه بینندگان عزیز هر جای این کره خاکی که هستن. امیدوارم سال خوبی داشته باشید، پرروزی و پربرکت. خیلی ممنونم. خیلی سپاسگزارم. دستتون درد نکنه. لطف کردین که امشب در کنار ما بودید. احمد حسینی مقدم با همون خواهد بود. بریم ببینیم و برمیگردیم.